چه ساله بهم پا نده بود. راستش به منم همینطور. درود، من فرانم و امروز قراره بریم به سراغ فیلم هزار پا و کلی کنار هم دیگه بخندیم. پشت صحنه هاشو قراره ببینیم. شبکه اجتماعی من که دیگه اینجا نمیتونه بیاد چون این خانم و بچه‌شون اومدن، پس این ور میاد. بزنین بریم فالو بکنیم بدون اتلاف وقت. برو بریم سراغ ویدیو. شلوار رو ببین. بسته است که یه مقدار بمونیم. همدیگه رو گم کردم. اینجا فکر کنم میگم بکشیم پایین. یعنی چی؟ میفتم بدون نماده حداقل برای همسایه‌ها صدا رو کم کاشه میگم شست بزن به اون دست. میگه با چه امیدی دست چشم. قیافش واقعا هم ترسناک بود هم خنده‌دار. این چی؟ دست تنها که نمیشه یه شما این عصبانی بودین صداتون تو حمام نه ولی خب یه جو هنگ کرد. وای وای واقعا مامان خوبه. مادر خوبی داری واقعا نظر لطف شماست. این نظر لطف شما. چاقو بزنی خونش در نمیاد. قسمت نشد عروسی بریم. اینجاش همون جاییه که سیگار لو میرن. اینم مال من 4 ساعت میخندن یه 2 دقیقه هم فیلم ضبط میکنن. واقعا آقا جواد دیگه نمیاد آقا جواد دیگه نمیاد نه جواد نداره. ها وای قیافه جواد عزتی ها. بکن نیاز به هماهنگی بود عزتی دهنش. یه مش مأمور لباس شخصی مأمور لباس شخصی اینجا ندارین. خب کمایی نیستین؟ وای خانم کمالی. من با همه امیدوارم که بابا زرنه من دارم به همه رو میگم اشا خوشم نیمد رضا چه دعوتش کنیم میاد دیگه وای دعوت کنیم ها. کیو میاد؟ وای دعوت نمی‌کنیم. وای رضا. این دوتا خیلی زوجای خوبی هم هستن واقعا. رضا من نبود جون اومد بخنده جلو خودش ریز گرفت. وگرنه این بار دوباره عین گونه میکنم تو سیب زمینی. نه دیگه سیب زمینی. اداش عالیه. هیچ کس اینجاش میگه هیچ کس سالا بهم پا نده بود. به نظر من توی این کاراشون خیلی خوبه. بازی با کلماتشون توی این فیلم خیلی خوبه. چه سالا بهم پا نده بود. راستش به منم همینطور. وای وای اینجاش خیلی خوبه. چی کار باید بکنیم؟ چون الان خونه شما رو میشناسن، خونه ما هم احتمالاً دنبالمون که مثلا بری کرجی عراکی جایی اینجوری میکنی دستشویی دارم. تا کیفو بهشون ندیم ولم خب اینم از ویدیو. خیلی ممنون که تا این انتها همراه من بودین. لطفا اگه ویدیو رو دوست داشتین بزنین لایک و برای دوستاتون بفرستین. تا ویدیو بعدی بدرود.